سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اولین ویدیوی خودم رو در یوتیوب و با اولین معرفی بازی شروع کردم. اولین بازی که من میخوام براتون معرفی کنم GTA سن آندریاس هستش. بریم تا بهتون معرفیش کنم. اینجا نمیشه سینگینگ، راکستار برای ما گفته سینگینگ، سینگ اپ، سپیک سینگین. ما حالا نمیخوایم حساب بسازیم، اسکیپ سینگین رو میزنیم. چون من از قبل بازی کردم اینجا یه دکمه داره که برای اونه و میکشیم. شما که اول میاد استارت گیمه، اونو میزنیم، نیو گیم میزنیم روش. بازی داره درست میشه، بازی داره بالا میاد. بله، بازی بالا اومد، داره داستانش رو توضیح میده. اگه خواستید اسکیپ کنید این بالا یه گزینه هستش، اونو میتونید بزنید. من حالا اسکیپ میکنم، زیاد مهم نیست. بله، اول بازی اینجوری وارد میشیم، میگه چجوری میتونیم سوار دوچرخه بشیم. با این راه میره، حرکت میکنه، اینور میره اونور میره، بالا پایین. و اینجا عکس دوچرخه هست، میزنیم دو دوچرخه. میگه کدوم حالت دوست دارید باش رانندگی کنید. من حالت اول بهتره. با این سرعت بیشتر میشه، با این دکمه کمتر میشه. ببینید با این سرعت میره، با این گاز میده جلو میره و با اینم وای میسه. این بوق حالا نیاز نیست، من صدای بازی رو قطع کردم. من میرم بالا، همینجوری میریم بالا. حالا اگه بکشه دوچرخه بله کشید. اینجا رو میبینید چیز خوبیه. بعد مثلا اگه پلیس ها رو بکشید یا اونایی که تفنگ دارن و بهتون اینجا این قسمت تفنگ میده. حالا من الان هیچ کس رو نکشتم و تفنگی ندارم. پول هم میده بهتون وقتی آدم ها رو بکشید. حتی میتونید برید مرحله هاشو انجام بدید تا بتونید لباس بپوشید برای CJ. حالا من یه بازی دیگه دارم، ببینم اگه بتونم برم اونو بیارم واسهتون. بچه ها من نتونستم پیدا کنم چجوری به حساب قبلی برم تو حساب قبلیم. اگه شما میدونید تو کامنت ها به من بگید، لایک فراموش نشه. اگه لایک های این ویدیو به 100 نفر برسه من میگم که چجوری باید این برنامه رو دانلود کنید.